همجوران سلام علیکم. امروز 12 سپتامبر سال 2025 قرار دارم در حوالی خودم در خانه خودم و شما 4 نمود انگور رو پیشنهاد میکنم که یکی از همون انگورها رو ما به شما پیشنهاد کرده نبودیم. سه تا دیگه اش رو شما باید شناسید. این یگانه همین انگور است که من همین ببینید انگور کشمش بدونه است. این خیلی انگور هیچ کس ندارد فکر میکنم. یگانه در حوالی من است، در باغ من است. هر کدامی داشته باشد نشانتی از بچه‌های ترسون زاده فکر میکنم ندارید. این خیلی کلامش رو ندارید. این همون اواتری نامدار است، لیکن وقتی که میخوریم این از اواتر با مزه تر است. این اواتری نامدار است. از اواتر ما نهال داریم. این به حد انگوری زور است. از ما میبینیم این مانیکور فینگر است. از این نهال داریم ما. این علاقه مویز شده ایستاده است. دیده چقدر بازی انگور مانیکور فینگر. و این رید گلوب است. رید گلوبی که در ماه اپریل میبرند در سوپرمارکت های ما در بازار ما 70 سوم میفروشند. سالهای 80 برآمده است در امریکا، لیکن موقع خاصی خود را دارد. این از بین نرفته ایستاده است. برای که انگوری در حقیقت خوب است. میگردیم به انگوری اساسی که من به شما میخواستم نشون بدم. این انگور ببینید که من یک تاشوز بریدم و از اول یک انگوری این رید گلوب با مانندی همون کاردینال ترسون زاده است. میمونیم چند گرم میبراید یک تاش 9 گرم برآمد. اکنون همین بریدگی من هم میمونیم کشمش من با نو بریدش هم میمونیم 18 گرم، یعنی که 2 مرتبه از انگور رید گلوب کلانتر. باز با من دیگرش هم میمونم. من اینجا کنده میمونیم. دومچه شگیریم که با دومچه عشقتی موندی گفته زمین چنی میکنم. 14 گرم اینشه بینید. یک دونه دیدید یک دونه این انگور 14 15 تا 18 گرم میبراید. رنگش رو بینید. بالای گوگل بمونیم. بینید چند قدر بالای گوگل ده. این از شاهانه کلان. چقدر شاهانه بوقا پرورش خوشو کردگیش با برابر. لیکن این با وزنش وزبین بده است. انا این من بریدم. از با میبریم. منم دونه نداره. دیدید یک تا همجا دونه میشم یا نمیشم. گفتم من همجی ما ایده چه پیدا شده است که این دونه نیست. این میجی خیلی میشکند. باز دیگرش رو میبریم. همین زرد رو میبریم. ها منم این دونه نیست. این یک دونه میشم گفتم میبرید و میجی خیلی پچک شده میرود. مولای من باید دیگرش رو بریم. اون من همون دونه میشم هم نیست. هم درون عزیز این به نهایت با مزگی شوید. بسم الله الرحمن الرحیم. قرص میکردگی شوید. چشته باش ما گپ زنم. این اگر در پیش شما انگور بیارم همین 4 تا انگور رو از این بسیارتر میخورید، چون که به مانند اینا شیرین نیست. شیرین به درجه هست که در کام شما فارم است. انا این مانیکور فینگر به نهایت شیرین شده است. به نهایت شیرین شده است. اواتر نامدار رو میگیریم. این در روزی رو بینید. شینی گوگل شده ای.
این بیدون اینم نبینید چی نیه گوگیرز نه یک بوره مواتر رو نه دونه ندارد من این کش بشینم بسم الله الرحمن الرحیم ردگولو بروششم این بهترین انگور ردگولو بروششم یک مزه سبرومی یک مزه تک مزه داره این چهار نمود انگوری بهترین که از همه بهترینش این است 1 کیلو میبروید این 700 گرم میبروید نه لیکن دونش رو بینید خوشروگیش رو بینید امسال ما از این پیوند میکنیم امسال از این خلمچه میکنیم زیاد میکنیم در فروش نداریم از این سال آینده میبروریم از همین کشمشی کلون کشمشی تاجیکستان گوییم ما بهتر و سال آینده در فروش میبروریم این بهاری میامدگی از ویش ما پیوند بسیارتر کنیم اواتر در یادم هست نهالش از $1000 سر شدگی بود آمده 500 سومون شد 300 سومون شد 200 سومون شد 100 سومون شد این سال 50 سومون شد سال آینده با ممکن ارزان شود لیکن این هم از قیمتی سر میشود نهالش خیلی رو که بینید این تمام جهان میرود در بازار قطار یکم میستد جواب هم انگور رو میکرد همداران عزیز تکرار میکنم از این نهالش داریم 50 سومونی اواتر از مانیکور فینگر نهالش داریم ببینید 50 سومونی نهالش از رید گلوب نهالش داریم 80 سومونی یعنی 100 دانه داریم بسیار نداریم از این میدونم از این دوتا زیاد داریم از این 100 دانه داریم این زمستانه انگور است این میستد تویفین بوری کشف کنید میستد همداران از این نداریم از این سال 2000 بهار 2027 از ما باید دسترس میکنید انگور نه انگور جونین من برای این را دسترس کردن در لنینگراد گفتم که کدومی به من از همین میبرد $1000 میتیم قلمچه شد بینید من از این یافتم جوینده یابنده است تاجیکستان رو آباد میکنیم بچه ها در پناه خدا باشید با کدام معقول شدگی باشد همین نواری من هایگان گپ نویسید باز یک چیز گنید سری من از وای اومد اسفرا اومد من همین سیاه آلو آورد بینید این چه خیلی میوهی با یک بوی خوشی دارد بوی زوری دارد بسم الله الرحمن الرحیم خیلی میگیرید و اگر شما دو درختی سیاه آلو نامش تنلی در خونه‌تون ثبت کنید هم خیلی خوش کنید خوش کردنش آسان میگیرید دو کافه میکنید و مغزش طرف پایین بالوی یکم سیتکه میمونه یک هفته 10 روزه خشک میشه هر سر دل به نهار میگن در ما هر نکش که میگروس نده دلی به نهار میگن به نهارش نهاره کدگی نید شما از این خورید اگر یک راحتی جان میگیرید راحتی جان من نزدی ما پرنده ها اومدن پریده رفتم در پناه خدا باشید خدا نگهبان شما باشد